حرکت برای سیاتیک انجام بده هر روز صبح تو خونه یا بعد از ساعت کاری. اولین کاری که میکنی پای مخالفت رو روی زانوی مخالفت قرار میدی، پات روی دیواره و آروم لگنتو میکشی و از زمین سوا میکنی، یه پل میزنی، برمیگردی بالا. فقط حتما وقتی به سمت بالا کشش انجام میدین یه کشش خوب انجام بدین، یعنی نگه دارین، شکمتون رو سفت بکنین و فشار خوبی روی عضله پشتیتون ایجاد بکنین. حرکت بعدی هم اینه که همونطور که روی زمین دراز کشیدین و پاهاتون به دیواره، پاهاتون رو به اندازه عرض لگن کمی بازتر باز کنین و آروم شروع کنین یه چرخش بدین روی پاشنه پاهاتون، ولی لگن از زمین سوا نمیشه، لگن ثابته رو زمین. فقط تو این چرخشی که انجام میدین حس کنین که لگنتون هم داره چرخشی. حرکت بعدی هم اینه که تو همون حالتی که هستین خوابیده بودین روی زمین، پاهاتون روی دیوار 90 درجه، زانوها، و آروم لگن رو از زمین به صورت هر سایت به سایت، یعنی یک کوچولو لگن سمت چپ رو میکشید بالا، یک کوچولو سمت راست. به این صورت میشه که انگار شما دارین لگنتون رو میچرخونین، ولی در اصل نمیچرخه، فقط اینه که سایت به سایت هر طرف لگن رو میکشید میارید بالا، شکمتون رو سفت بکنین و یک کشش آروم و خوب ایجاد بکنید. تعداد ست ها هم بر حسب خودتون 4 تا 30 ثانیه.